نماینده تاجیکستان در روسیه در امور مهاجرت با نتیجه گیری فعالیتش در یک سال گذشته یعنی سال 2023 خبر داد که در دوام سال با مساعدت مقامات دخلدار روسیه مزد منت پرداخت نشده شهروندان تاجیکستان در حجم 244 میلیون و 612 هزار و 420 روبل معادل به 12.6 میلیون دلار امریکایی برگردانده شد. نماینده گفت کمک حقوقی و مساعدت به مهاجران برای از کارفرمایان رویاندن معاش آنها به یک سمت اساسی فعالیت این نهاد در روسیه تبدیل یافته است. گفته می شود سبب‌های نپرداختن مزد مهنت مهاجران گوناگون است، ولی اکثرا به نبودن شرطنامه مهنتی، نامرتب، نافهمو و شفاهی بودن مصلحت با کارفرما و بعضاً به ناراضگی کارفرما و صفت پست کارهای انجام شده وابسته است. از بس که مهاجران به شرطنامه مهنتی به کار شروع نموده در یگان حجت رسمی نام و نسبشان به قید گرفته نشده است و غیر از این عادتا مهاجران نام و نسب کاردهنده اصلی سراغه حقوقی کارخانه را نمیدونند. پیگیری مسئله اثبات معامله کارگر با کارفرما مشکلی ایجاد میکند. در این صورت نمایندگی با نوشتن عریضه شکایتی با استفاده از کمترین دلیل مسئله پرداخت نشدن مزد مهنت مهاجران را طریق سود بررسی می نماید که عادتا مثبت حل می شود. ذکر شده است در حسابات. نمایندگی تاجیکستان در روسیه در امور مهاجرت به شهروندان جمهوری تاجیکستان مهاجران مهنتی توصیه می دهد که من بعد هنگام فعالیت مهنتی طبق قانونگذاری روسیه عمل کرده حتما با کارفرما شرطنامه مهنتی به امضا رسانند و یک نسخه اصلی آن را پیش خود حفظ نگاه دارند. همزمان طبق طلبات نو از 7 ینور سال 2024 شهروندان خارجی که پتنت گرفتند وظیفه دارند که در دوام 2 ماه از روز دادن پتنت به مقامات حدودی مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه را از جای کار پیدا کردهشان با آگاهنامه خبردار کنند. اگر در دوام 2 ماه آگاهنامه درباره فعالیت مهنتی پیشنهاد کرده نشود، سپس پتنت شهروند خارجی بدون آگاهی بیکار کرده شده، مهلت بود و باش او در قلمرو روسیه کم کرده می شود. در صورت بیکار کردن پتنتش مهاجران تنها بعد 1 سال می توانند برای گرفتن پتنت نو مراجعت کنند. نمایندگی تاجیکستان در روسیه در امور مهاجرت از همه مهاجران تاجیک در روسیه خواسته است که در صورت پیدا شدن سوالها به بخش‌های این نهاد در مسکو به 5 حوزه فدرالی روسیه مراجعت کنند. حوزه فدرالی مرکزی شهر مسکو +7 495 967 9844 و شبکه اجتماعی واتساپ +7 999 912 5868. حوزه فدرالی اورال شهر اکاترینبورگ +7 982 739 89 98. حوزه فدرالی پریولژه شهر اوفا +7 966 031 22 22. حوزه فدرالی شمال و غرب شهر سنت پترزبورگ +7 977 963 25 69. حوزه فدرالی جنوب شهر کراسنودار +7 996 120 77 77. حوزه فدرالی شرق دور شهر خباروفسک +7 926 311 52 53.